وبركاته. به نام خداوندی که مسموعها نشان از قدرتی اوست و مخلوقها بیان از حکمتی اوست و موجودها برهان از وجود اوست. به نام آن که هستی نامزور یافت، فلک گردش زمین آرام زور یافت. سپاس و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. در صحبت‌های ما تقدم در ابتدای خلق و اولی پیدایش این حیات دنیا صحبتی داشتیم. حدیثی که امام بخاری رحمت الله علیه از عمران بن حسین رضی الله عنه روایت کرده بودند که یک گروهی از مسافرهای یمن به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند و گفتند که جئناک نسألك عن اول هذا الامر. ما آمدیم به نزد شما تا اینکه از ابتدای این امر یعنی پیدایش دنیا پرسان شویم. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند کان الله ولم یکن شیء معه. الله تعالی بود، همراهی الله تعالی دیگر چیزی نبود. و کان عرشه علی الماء، عرش پروردگار در بالای آب بود. یعنی اولین مخلوقی که پروردگار آفرید این آب بود. سپس پروردگار بر بالای آب عرش خود را آفرید. یعنی عرش تحت سریر هست در لغت عرب، یعنی تحت پادشاهی است. پروردگار عالم عرش خود را بر بالای آب آفرید. ثانی قلم را آفرید. ثانی گفت که تقدیرات مخلوقات و موجودات حیات دنیا را بنویس. قلم 50,000 سال پیش از خلق زمین و آسمان ها آفریده شده. و بعضی علماء ذکر کردند که هنگام آفریدن عرش کرسی نیز آفریده شد، چون کرسی در لغت عرب یعنی جای قدم هست، موضع قدم هست، جایی که قدم گذاشته و بالای عرش برآمده نشسته می شود یا برآمده می شود. در لغت عرب لغتا همین گونه ترجمه می شود. بدون وقتی عرش را آفرید کرسی را هم آفرید. ثانی که قلم را آفرید. ثم خلق السماوات والارض. ثانی پروردگار عالم زمین ها و آسمان ها را آفرید. گفته در کتاب بدایه و نهایه نیز حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه نقل کردند. ما در صحبت ما تقدم درباره آب و در اطراف عرش و کرسی و پیدایش اینها صحبتی داشتیم. امروز محتوای صحبت ما در اطراف یکی از بزرگترین مخلوقات است که از جمله مخلوقات پروردگار این آسمان است که پروردگار عالم حمد و ستایش فرستاده است با آن کسانی که به آسمان با نظر عبرت نظر می‌کنند و درباره پیدایش آسمان و بزرگی آسمان نظر می‌کنند. الله تعالی در سوره آل عمران حمد و ثنا ستایش مدح فرستاده است. ان فی خلق السماوات والارض، البته در آفریدن آسمان ها و زمین ها عبرت هست و علامت هست به قدرت پروردگار و عظمت و بزرگی پروردگار و آنهایی که یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر میکنند در خلق آسمان ها و زمین ها، فکر میکنند که پروردگار اینو چگونه آفریده باشد. در اینجا تعریف جناب حسن بصری رحمت الله علیه گفتند که تفکر ساعت خیر من عبادت لیلة. یک ساعت تفکر کردن در خلق خدا و عجایب صنع خدا
بهتر است از عبادت یک شب. بنابراین پروردگار عالم وقتی که ما را ترغیب و تفکر و تأمل کردن در خلق خود امر کرد، همین گونه مذمت کرد آنهایی که تفکر نمی‌کنند. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، یا مراتبه و ملک آسمان‌ها و زمین‌ها نظر نمی‌کنند. گفته خدا مذمت کرد، بلکه آنها از آیات‌های خدا و مخلوق‌های خدا غافل هستند، تفکر نمی‌کنند. گفته پروردگار عالم مذمت کرد آنهایی که در خلق خدا و آفریدن خدا تأمل نمی‌کنند، فکر و خیال نمی‌کنند، علل خصوص در خلق آسمان‌ها و زمین‌ها. چون خدا آسمان‌ها و زمین‌ها را علاهده ذکر کرد. فی ملکوت السماوات والارض، یا مراتب به ملک آسمان‌ها و زمین‌ها و ساخت آنها نظر نمی‌کنند. و کأی من آیة فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. در سوره یوسف خدا میگوید که آسمان‌ها و زمین‌ها را ما آفریدیم. این علامت‌های بودن ما هست، بزرگی ما هست، از نزد مردم در حضور مردم هست. و هم عنها معرضون، مردم روی میگردند، نظر نمی‌کنند، گفته تنقید دارد. نه فقط به خلق زمین و آسمان، بلکه پروردگار ما را امر کرده است که یک مراتبه در خلق خود ما هم تأمل بکنیم. پروردگار در سوره طارق گفت که فلینظر الانسان مما خلق. انسان یک مراتبه نظر کند که از چی خلق شده است. در سوره طارق انسان یک مراتبه برای خودش نظر کند از چی آفریده شده است. و پروردگار عالم نباتات را آفرید و ما را امر کرد که وقتی که حاصل می‌دهد یک مراتبه نظر بکنید. خدا چی گفت؟ انظروا الی ثمره اذا اثمر و ینعه. وقتی که میوه می‌پزد، یک مراتبه در ابتدایی که کورک بود و حالی نشکفته بود نظر می‌کنید. انظروا الی ثمره اذا اثمر و ینعه، پخته رسیده با لذت شد که چیز خوردن یک مراتبه نظر کنید. دانه بود، خدا دانه را کفانید با آبی که خدا از آسمان نازل کرد و سبزانید، برآورد با یک رنگ‌های عجایب، لذت‌های عجایب بداد. انظروا الی ثمره، یک مراتبه پیش از خوردن نظر کنید با آن میوه، تأمل کنید در خلق خدا، در ساختن خدا، در قدرت خدا، بزرگی خدا. گفته پروردگار ما را امر کرد انظروا ماذا فی السماوات والارض، یک مراتبه به آسمان‌های زمین‌ها نظر کنید. که در سوره یونس تاکید کرد و خود جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز بسیار به آسمان نظر می‌کرد. در صحیح مسلم آمده است که ابو موسی اشعری گفتند که وکان کثیرا ما یرفع رأسه الی السماء، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار سر خود را به آسمان می‌برداشتند، متأملا فیها، تأمل می‌کردند در بزرگی مخلوق خدا. خلق آسمان واقعا خلق بزرگ است. صورت آسمان و کجایی که رفته تغییر نمی‌یابد. الله تعالی با قوت خود این را بنا کرد. در سوره زاریات میگوید والسماء بنیناها بعید و انا لموسعون، ما آسمان ها را بنا کردیم با قوت خود و ما آسمان را وسیع میکنیم. علماهای متقدم در تفسیر این آیت گفتند که و انا لموسعون، ما آسمان را وسیع میکنیم. مقصد گفتن آسمان دنیا، نسبت آسمان دنیا آسمان دوم که او را ما نمیبینیم وسیع‌تر است و آسمان سوم وسیع‌تر است. همین گونه آسمان چهارم از سوم، پنجم از چهارم، ششم از پنجم، هفتم از ششم وسیع‌تر است. لیکن خدا در این جا میگه که انا لموسعون، و ما وسیع کننده هستیم. و انا لموسعون، و ما وسیع کننده هستیم. این در علم اصل 21 بعضی علماهای فلک کشف کردند که آسمان در هر یک ثانیه تقریبا 10,000 کیلومتر وسیع میشد. هر روز، هر دقیقه ثانیه. خدا گفت که و انا لموسعون، و ما وسیع کننده هستیم. این نو کشف کردند. لیکن پروردگار با یک جمله مختصر بیان کرد. یعنی تصور کنید که این آسمان در هر یک ثانیه اینقدر اگر وسیع شود چقدر مخلوق عظیم است.
ثانی پروردگار یک نوع آسمان را آفرید که در بلندیش، در وسیعیش و ستون نداشتنش و در مثال سابق نداشتنش، مثال سابق ندارد به معنی که از آسمان بیشتر یک مخلوقی نبود که مانند آسمان باشد و پروردگار از وی دیده ساخته باشد. بدیع السماوات والارض، خدا یک نوع آسمان و زمین را ساخت که بدیع هست، یعنی ساخت مثال سابق نداشت، از این بیشتر نبود که از آن دیده ساخته باشد پروردگار عالم. وقتی که خلق آسمان و زمین را ذکر کرد، برای خودش حمد و ثنا فرستادید. در اولین آیه سوره انعام پروردگار عالم که الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، حمد و ستایش از خدای را که آسمان ها و زمین ها را آفرید. یعنی برای خودش خدا ثنا فرستادید با کدام کارش؟ با خلق آسمان و زمین. حمد و اون خدایی که آسمان ها و زمین ها را آفریده است. پروردگار از بین مخلوقات زیاد پروردگار آسمان ها و زمین ها را اختیار کرد، وقتی که برای خودش حمد و ثنا فرستادید نمیشد. در 2 روز پروردگار عالم بعد خلق زمین آسمان را آفرید. سبب آسمان را پیشتر از زمین ذکر کردن این است که آسمان عظیم است، بزرگ است، ولی زمین از آسمان 2 روز پیشتر آفریده شده است. روز یکشنبه و دوشنبه پروردگار زمین را آفرید، روز سه‌شنبه و چهارشنبه آسمان را آفرید، روز پنجشنبه و جمعه گشت پروردگار زمین هموار کرد، بر بالای زمین کوه آفرید، آب و دریاهای و درخت و دیگر مخلوقات، رزق مخلوقات، و در آخرین ساعت روز جمعه بعد نماز عصر آدم علیه السلام آفرید که جمعه از همین کلمه گرفته شد، یعنی تمام مخلوقات جمع شد. روز شنبه از کلمه صبتون به معنای قطع، یعنی آفرینش کنده شد. در 6 روز پروردگار به انتها رسانید و به یهودان گفتند که الله تعالی در 6 روز تمام زمین و آسمان آفرید، در روز شنبه استراحت کرد. ما استراحت میکنیم که خدا رد زد. الله تعالی میگه که ولقد خلقنا السماوات والارض في 6 ایام، در حقیقت ما آسمان ها و زمین ها را در 6 روز آفریدیم و ما مسنا من لغوب، برای ما مشقت، خسته شوی، مانده شوی نرسید. ما در 6 روز آفریدیم لیکن ما خسته نشدیم. پروردگار وقتی که آسمان را آفرید، آسمان را از چی آفرید؟ آسمان را از همون آب آفرید. پروردگار عالم در این باره برای ما خبر داده میگوید که فهی دخان. وقتی که پروردگار عالم آسمان را آفریدنی بود، آسمان دخان یعنی بخار آب، اون آب که اول آفریده بود، بخاری که از آب حاصل شد، پروردگار عالم از آب آسمان را آفرید. و جعلنا من الماء كل شيء حی، ما از آب همه چیز را زنده کردیم. انسان هم وقتی که اولینیش حضرت آدم از خاک آفرید، ثم من نطفه، باقی مانده مخلوقات از فرزندان حضرت آدم علیه السلام همه آنها را از آب آفرید، از یک قطره آب. بنابراین پروردگار عالم آسمان ها را نیز از آب آفرید و از بخار آب پروردگار آسمان را با قدرت خود و عظمت خود، جلالت خود یک نوع آفرید که خیلی که ذکر کردیم در وسیع بودن آسمان و بلند بودن آسمان و رنگ آسمان، رنگی که چشم ها از آن خسته نمی شود و شفافیت آن، بسیار صلابتی و سختی آن. حتی پروردگار عالم را امر میکند در سوره تبارک ارجع البصر هل تری من فطور، مراتب چشمات را به سوی آسمان نگران کنید تا یگان کمبودی مییابید از آسمان. ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، مراتب دوم باز نظر بکنید تا به آسمان تا آن زمانی که چشمتان ملال یابد، مانده شود، خسته شود، به سوی آسمان نظر بکنید تا ثانی چشم شما به سوی خودتان برمیگردد و هو حسیر، ناامید شده، نمییابد عین در خلق آسمان. تقریبا یکان سوره ای است که پروردگار عالم درباره آسمان در آن سخن می‌گوید. حتی آفریدن آسمان را دلالت به یگانگی پروردگار اعلام کرده است. پروردگار عالم
خلق السماوات والارض. از علامت‌های بودن خدا و قدرت خدا و عظمت خدا آفرینش آسمان‌ها و زمین‌ها است. واقعا وقتی به خلق خدا نظر می‌کنید و یک مخلوق هم نظر می‌کنید، سازنده وی باید به خاطر بیارید. عمارت زیبا یا یک مخلوق زیبا اگر وقتی که می‌بینید با سازنده وی واقعا در قدرت وی قائل می‌گردید. میگونه آسمان پروردگار میگوید که از علامت‌های یگانگی پروردگار و موجود بودن پروردگار و قدرت دار بودن پروردگار این خلق آسمان‌ها و زمین‌ها است. خلق آسمان عظیم است از خلق آدم. پروردگار عالم میگوید که لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. آفریدن آسمان‌ها و زمین‌ها از آفریدن انسان عظیم‌تر است. این رد به آنهایی که گفتند که الله تعالی چگونه ما را بعد اینکه پوسیده خاک می‌گردیم چگونه دوباره زنده می‌کند. خدا گفت که خلق آسمان‌ها و زمین‌ها از خلق آدم عظیم‌تر است. این ذاتی که آسمان را آفریده است مگر انسان را دوباره زنده کردن نمی‌تواند. گفته پروردگار جواب گردانید. ابن القیم رحمت الله علیه میگه خلق السماوات اعجب من بدن الانسان. خلق آسمان ها از عجایبات بدن انسان عجیبتر است، بلکه تمام آن چیزی که در زمین هست و در بالای زمین هست و در بحرها و هواها هست، تمام عجایباتی که هست، عجایبات چیزی آفریده، چیزی که انسان را به تعجب می‌آورد. بدن انسان برای چی مثال آورده؟ بدن انسان بی‌نهایت عجایب است. هر یک پوستی آن، یک دندان آن، یک تار موی آن، ناخن آن، هر یک ریشه‌های و بسمان‌هایی که در داخل انسان است، هر یک روده و معده، تمام اعضاهایی که بدن انسان هست، اگر هر یک به علاوه درس آموخته برای و وظیفه‌هایی که در بدن انسان این موجوداتی که هست اجرا می‌کند، هر یک آن مخلوقات و اعضای وظیفه‌اش برای تعجب می‌کنید از خلق خدا و صنع خدا. بنابراین گفتن که عجایبات آسمان از عجایبات بدن آدم بزرگتر است، بلکه عجایبات بدن آدم، عجایبات زمین، عجایبات دریای و بحرها، عجایبات هوا، عجایبات تمام آن چیزی که بین زمین و آسمان است، همه در نزد عجایبات آسمان که قطره فی الماء، یک قطره در آب است. یعنی آسمان بزرگ است. آسمان بی‌نهایت بزرگ است. الله تعالی آسمان را زیب و زینت داد و برای زمین همچون شیفت قرار داد. پروردگار عالم گفت که ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین. در حقیقت ما آسمان دنیا را از 7 طبق آسمان، یکی آنها آسمانی که به ما نزدیک است آسمان دنیا است. دنیا به معنای نزدیک. دنیا هم دنیا آمیدشون برای که نزدیک است از بین رویش، تیز از بین می رود و گذشتن ایام دنیا هم تیز است. بنابراین آسمان دنیا یعنی آسمانی که به زمین نزدیکتر است. خدا میگه که ما آسمان دنیا را زینت دادیم با ستاره ها و جعلناها رجوما للشیاطین، و ستاره ها را رجم کننده و ساز کننده شیاطین کردیم. وقتی که شیطان ها به بالای همدیگر سوار شده میخواهند خبری آسمان را بدزدند، از آسمان از ستاره ها شعله های از آتش جدا شده آمده شیطان ها را میزند. رجوما للشیاطین در چند جا خدا ذکر میکند که یکی از وظیفه های ستاره ها سنگسار کننده با آتش شیطان ها را میباشد. آسمان درها دارد، از دیگر جای آسمان در آمده نمیشود مگر با درهایش و اون درها با بعد اجازت گشاده میشن. خیلی که رسول الله صلی الله علیه و آله با همراهی جبریل برآمدند، کیستید شما؟ من جبریل و محمد هستم. اجازه داده شد در آمدند. همین گونه صاحب در است. بنابراین خدا ذکر کرد که وَأَنَّا لَمَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهبًا. در سوره جین ها گفتند که ما وقتی که به آسمان برآمدیم با بالای همدیگر سوار شدیم، یافتیم آسمان را در حالتی که یگان موضع خالی نیست که با حارس، یعنی آسمان‌های از فرشته‌ها پر آسمان محافظت کرده شده است و شهوباً با آتش گرد آسمان پیچانیده شده است. کسی نزدیک کند آن آتش آمده میزند. سوره جین آیه 8. پروردگار از نزدیک شوی شیطان‌ها
نگاه داشت و حفظناها من کل شیطان رجیم، ما آسمان را از هر یک شیطان رجیم محافظت کردیم. در آسمان گناه نیست. وقتی که حضرت آدم گناه کردند، از این درختی که نخورد خوردند، وقتی که شیطان حسد کرد و کلانیگری کرد، امر خدا را اجرا نکرد، خدا سجده کن و سجده نکرد، خدا هم آدم و هم حوا و هم شیطان را به زمین فرد. قلنا اهبطوا منها جمیعا. در سوره بقره خدا ما گفتیم که افتتان همتان به زمین، اهبطوا فرویدان. خدا هر سه اینها را به زمین فرد وقتی که گناه کرد. گناه نیست در آسمان، همه آنها اهل آسمان در اطاعت پروردگار است. الله تعالی ذات قوی با قوت است. آسمان را به سکون نگاه می‌دارد، از زوال و از رفتن، و به یگان موسیق، به یگان داونده آسمان را نگاه می‌دارد. زمین را پروردگار وقتی که آفرید، ان شاءالله درباره آن در آینده صحبت می‌کنیم، وقتی که زمین آفرید ملایم بود و بالاش کوه‌های آفرید تا اینکه زمین مستحکم نگاه دارد، اما آسمان خداوند خودش نگاه می‌دارد به یگان چیز، نه از بالایش نه از تگش چیز آسمان را نگاه نمی‌دارد. به ستون آفرید. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. الله تعالی زمین و آسمان را نگاه می‌دارد از زوال و از رفتن. آسمان از زمین بزرگ است و با قدرتش پروردگار از افتیدن در بالای زمین نگاه می‌دارد. یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه. در سوره حج خدا میگوید الله تعالی یمسک، یعنی نگاه داشته حساب از آسمان را تا اینکه بر بالای زمین نیفتد، چون بی ستون است. و وقتی که پروردگار عالم شریک آورده می شود و پروردگار عالم کسی را همراه کرده غیر خدا دیگر کس را عبادت می کند، بود، صنم، درخت، سنگ، آدم، قبر، وقتی که کسی اگر به خدا شریک بیاورد، قریب که آسمان ها پاره پاره شود. خدا میگوید که وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. مردم گفتند که الله تعالی برای خود فرزند گرفت. یهودا گفتند که عزیر پسر الله، نصرانی‌ها گفتند که مسیح پسر الله، عرب‌های مشرک فرشته‌ها دختران خدا گفتند. خدا میگوید که وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. مردم گفتند که الله تعالی برای خود فرزند گرفت. لقد جئتم شیئا ادا. در حقیقت سخنی خطا و منکر و عظیم و گناه عظیم گفتید. تکاد السماوات یتفطرن منه. قریب که آسمان ها پاره پاره شود از شنیدن این سخنها. ببینید آسمان غضب میکنه. قریب که پاره پاره شود و تنشق الارض، زمینم کفد و سوراخ شود و تخر الجبال هدا. قریب که کوه ها پاره شود. ان دعوا للرحمن ولدا. وقتی که مردم به الله تعالی فرزند نسبت میدهند و ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. و الله تعالی درست نیست که فرزند گیرد. تمامی آنهایی که در زمین و آسمان هستند روز قیامت خودشون تنها به نزد خدا میبینند، در حالت خوار ذلیل به نزد خدا میبینند. یعنی الله تعالی ببینید که وقتی که کسی به الله تعالی شریک بیارد، این آسمان بزرگ قریب که پاره پاره میشه. تسبح له السماوات السبع والارض. آسمان ها و زمین ها به الله تعالی تسبیح میگویند، سبحان الله میگویند. پاک است که پروردگار از عیب و نقصان میگوید. زمین و آسمان و تمام موجودات و مخلوقاتی که در آسمان و زمین هست غیر انس و جن به الله تعالی تسبیح میگویند. خدا رو به پاکی یاد میکنند. سبحان الله میگوید. خدا پاک است، عیب نداری، نقصان نداری، فرزند نداری، شرک نداری. گفته همه وقت به الله تعالی تسبیح میگوید. زمین و آسمان خدا ذکر میکنند در سوره مریم. در دیگر در سوره اسراء هم تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیهن. 7 طبق آسمان و زمین و آنهایی که در آنها هست به الله تعالی تسبیح میگویند. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او كرها قالتا اتینا طاعین. وقتی که خدا زمین و آسمان آفریده شد، خدا گفت که به نزد من اطاعت کنان بیایید. به نزد من ای آسمان و زمین بیایید، به نزد اطاعت کنان، وگرنه مجبورا میآیید، دیگه ایلاج ندارید. قالت اتینا طاعین. گفتن که پروردگار ما اطاعت کنان آمدیم. گفته به نزد پروردگار آمده است. با وجود بزرگیشان میترسید. و در آسمان بیت المعمور هست. در آسمان هفتمی که در آن حضرت ابراهیم علیه السلام هستند بیت المعمور هست.
خانه کعبه در آنجا وجود دارد. خانه کعبه اهل آسمان. پیامبر علیه السلام گفتند که هر روز 70,000 نفر فرشته ها در آمده طواف میکنند و تا روز قیامت دیگر نوبت نمیآید. هر روز 70,000 نفر فرشته ها در آمده طواف میکنند، دیگه تا آخر عمرشون نوبت نمیآید حج کردن و طواف کردن. یعنی دلالت و بسیار بودن فرشته ها میکنند. چون که در آسمان گفتند 4 انگشت جای خالی ندارد مگر در آن فرشته هست، یا پروردگار عالم بزرگ شماری ایستاده است، یا تسبیح میگوید، یا حمد میگوید، ذکر پروردگار را میکند، گناه نمیکنند فرشته اهل آسمان و زیاد است. و ما یعلم جنود ربک الا هو. الله تعالی که عدد لشکران خدا را غیر خدا دیگه کسی نمیداند، نگفت از عدد آنها نمیداند کسی غیر پروردگار. و وقتی که آسمان که عظیم هست، مخلوقات آسمان هم عظیم است. پیامبر علیه السلام ساکنهای آسمان هم بزرگ است. پیامبر علیه السلام گفتند که برای من اجازت داده شد که درباره یکی از فرشتگانی که عرش پروردگار را میبردارند برای شما خبر دهم. ما بین شحمتی اذنیه الی عاتقه مسیرة 700 عام. ما بین نرمی گوشش و ما بین کتفش مسافه 700 سالینه راه می‌رود. این حدیث ها رو تأمل کنید. این 700 تا نیست حدیث های بافته شده و دروغ نیست. حدیث ابو داود است. ما بین کتفش و نرمی گوشش 700 سالینه راه می‌رود. اگه تا عاشق پای تا پشت چقدر باشد. یعنی مخلوقات آسمان با همراهی بزرگ بودنی، با وجود بزرگ بودنی خلق اهل آسمان و آسمان از امر پروردگار می‌لرزند. سخن خدا را وقتی که شنوند می‌لرزند. پیامبر علیه السلام گفتند که وقتی که الله تعالی حکم کند امروز فلانی از دنیا گذرد وفات کند، این حکم است. امروز فلانی به فلان بلا گرفتار شد یا برای فلانی فلان نعمت را ده، همش حکم خدا، امر خدا، فرمان خدا است. اگر حکم کند میگوید ضربت الملائکة بأجنحتها خضعانا لقوله. فرشته ها قنات میزنند همچون خار و ذلیل بودن به سخن خدا و سبحان الله میگوید خدا پاک است میگوید. و اگر وقتی که امر کند فرشته هایی که عرش پروردگار را میبردارند خدا پاک است میگویند. سپس اهل آسمان هفتم تا آسمان دنیا همه فرشته ها با خدا تسبیح گفته میایستند. یعنی از حکم خطا، از سخن خدا پاک است. گفته همیشه به پروردگار تسبیح و ثنا و به عظمت پروردگار لرزیده ترسان میایستند. و اهل آسمان بنده صالح را دوست می‌دارند. پیامبر علیه السلام گفتند که وقتی که بنده عملهای فرض را اجرا میکند، سپس علاوه بر فرایض سنت‌های نافله ها را زیاد اجرا میکند، اطاعت خدا میکند، از گناه دوری میجوید، الله تعالی حتی را دوست می‌دارد. ثانی جبریل فریاد میکند نادى جبریل، ای جبریل میگوید خدا اینی احب فلانا فاحبه، فلانی را من دوست می‌دارم تو نیز دوست دار میگوید خدا جبریل را. جبریل بزرگترین فرشته است. ثانی جبریل هم همون بنده را دوست می‌دارم. ثانی تمام اهل آسمان را ندا کرده میگوید که ای اهل آسمان، الله تعالی فلانی را دوست می‌دارد، من نیز فلانی را دوست می‌دارم، شما نیز دوست دارید. ثم یوضع له قبول فی الارض. ثانی در زمین برای او قبول گذاشته میشه. هیچی به شما نیکی نکرده است، لیکن می‌بینید احترام می‌کنید، دوست می‌دارید. اهل شخصان خدا ترسان. بنابراین اهل آسمان خدا ترسان اهل زمین را احترام می‌کنند و دوست می‌دارند. بنابراین در غزوه بدر آمده همراهی صحابگان کرام از آسمان سیوم فرشته‌های فرآمده یاری دادند و در آسمان خزینه‌های رزق بندگان است. خدا میگوید که فی السماء رزقکم و ما توعدون در سوره زاریات. و در آسمان رزق شما هست و آن چیزی که وعده شده در آسمان هست. بنابراین حضرت حسن بصری گفتند وقتی که به ابر من نظر کردم که قسم به نام الله تعالی رزق شما در همین هست، لیکن شما به سبب گناهاتون از رزق خودتان محروم میشوید. و از آسمان پروردگار آب را نازل کرد. فانبتنا به حدائق ذات بهجه. ما از آسمان برای شما آب را نازل کردیم و به واسطه آب برای شما باغ‌های ذات بهجه، باغ‌های خوشرنگ و
و باغ‌های گوناگون و سبز و خرم و سبز و منور گردانیدیم. به واسطه نازل شوی آب زمین سبز و خرم و منور می شود و از آسمان غیر از اینکه آب که حیات است نازل شد، نوری وحی الهی نازل شد، خبر خدا نازل شد، خبر جنت و دوزخ نازل شد. خدا به پیامبرهای خود امر و نهی خود را فرستانید، حلال و حرام را فرستانید. به سبب اون نصیحت‌های خدا، پند خدا، امر خدا در روی زمین اصلاح کاری شد، وگرنه زمین پر از فساد کاری می شود. اگر امر معروف نباشد، نهی منکر نباشد، تأثیر سخن خدا یا سخن پیامبر خدا نباشد، تصور کنید چگونه فساد کاری می شود. وقتی که یک نماز قضا میکنید دلتان چگونه سیاه می شود. وقتی که 2 جمعه 3 جمعه حتی پیامبر خدا کسی 3 جمعه اگر به جمعه بیاد دلشون سیاه می شود، زن می زند، چون سخن خدا یا سخن پیامبر نمیشود. وقتی که میشنوند واقعا روحها آرام میگیرند. این از کجا آمد؟ از آسمان آمد، از جمله نعمت‌های آسمان است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آن چیزی که از آسمان آمد همش رساندند. بعد وفات جناب رسول الله به دین چیزی را اضافه کرده نمیشه. مردم کفایه کرده شدند به دین خدا و معنای اینکه در ذمه مردم نیست که به دین چیزی نو پیدا کنند. الله تعالی و پیامبر خود شریعت را به کفالت گرفتند. هر چیزی که از آسمان نازل شد حاجت زیاد کردن ندارد، همش بیان کرده شده با وجود ترقیات زمان. اون جمله هایی که خدا گفته است، عباره های خدا گفته است، همیشه در بر میگردد. به دین حاجت نو پیدا کردن نیست، یعنی بدعت و خرافات چیزهای اضافگی پیدا کردن نیست. بنابراین پیامبر خدا الا تأمنونی، شما من امانت نگهدار حساب نمیکنید و انا امین من فی السما، من امانت نگهدار اون ذاتی که در آسمان هست، امانت نگهدار او هستم. و در 3:1 آخر شب وقتی که شب به 3 تقسیم میکنید، از اذان شام تا اذان بامداد 9 ساعت است، 19 ساعت است، به 3 تقسیم میکنید. 3:1 آخری آن پروردگار عالم به آسمان دنیا میفرماید، میگه که کی عبادت میکنم من قبول میکنم، کی دعا میکند من اجابت میکنم، چیزی میپرسد میگم، کی استغفار میپرسد گناهش را مغفرت میکنم. گفته پروردگار عالم ندا میکند. حدیث بخاری مسلم است. و پروردگار عالم ستاره ها را همچون امانت و امنیت آسمان گردانید. مادامی که ستاره ها هست، آسمان هست، بنابراین اذا ذهبت النجوم عن السماء ما توعد، پیامبر خدا گفتند که وقتی که ستاره ها از بین رفت آسمان هم از بین می رود. یعنی پیش از قیامت آسمان در قرآن کریم پروردگار عالم به یگان مخلوقاتش مثل آسمان بسیار قسم یاد نکرده است. مخلوقات زیاد دارد و بزرگترین آنها سوگند یاد کرده است، لیکن بیشتر به آسمان قسم یاد کرده است. و السماء و ما بناها، قسم به آسمان و قسم به آن ذاتی که آسمان را آفریده است. در بعضی جاها و السماء ذات البروج، قسم به آسمانی که صاحب برج است، برج ها هست. قسم السماء ذات الحبك، قسم به آسمانی صاحب جمال و به زیبایی آسمان. در بعضی جاها به آفتاب و ماهتاب و الشمس و القمر و الشمس، قسم به آفتاب، قسم به ماهتاب و النجم، قسم به ستاره ها. حتی بعض ستاره ها رو نامبر کرده، الواحده قسم یاد کرده است. همه این اون مخلوقاتی که نسبت داده می شود به آسمان است. این دلالت به عظمت آسمان میکند. آفتاب با وجود اینکه یک مخلوق کوچک است، وقتی که از زمین میبینید از بعض ستاره ها 9 بیلیون و 11 تریلیون مراتب خرد است. از بعض ستاره ها، یک ستاره خرد، از ستاره آفتاب اینقدر علامتی که بعد میلیارد عددهایی که هست خرد است. آفتاب خرد است از اون ستاره. تصور کنید که همه اینها، حتی بعضی علماها گفتند که عدد ستاره ها بر عدد ریگ بیابان، خون چقدر باشد عددش از این زیادتر است که عدد ستاره ها. یک ستاره از آفتاب اینقدر عظیم باشد، همه اینها در پیشگاه آسمان هیچ چیزی نیست. زمین از آفتاب 1,400,000 مراتب کوچک است. 1 مراتب، 2 مراتب، 1000 مراتب، 1,400,000 مراتب خرد از زمین. از آفتاب، از آسمان
دیگه آسمان کسی مساحتش رو بیان کرده نمیتونه، چون که ما گفتیم که این لموسعون، خدا گفت که ما آسمان آفریدیم و آسمان هر روز به سر میکنیم. گفتیم که در هر یک ثانیه تقریبا 10,000 کیلومتر آسمان به علم معاصر اثبات شده است که به سر میشه. یعنی دیگه مساحت آسمان هیچ کسی بیان کرده نمیتونه. آسمانی که فقط ما میبینیم، آنی که فقط در بالای خود میبینیم. و روز قیامت این آسمان پروردگار در یک انگشتش میگیرد. این آسمان و با وجود 7 طبق آسمان همش در نزد کرسی پروردگار مانش یک انگشتری در صحرا است. کرسی و 7 طبق آسمان و زمین و تمام موجودات در پیشگاه عرش پروردگار مانند یک انگشتری در یک صحرا است. اینها همه از پروردگار عالم میترسند. پروردگار عالم وقتی که این مخلوقات را برای ما و شما ذکر میکند، این درباره آسمان صحبت کردن، درباره الله تعالی صحبت کردن است. برای آن که به قول بعض علما اظهر صفات الرب صفت الخلق، ظاهرترین صفت پروردگار صفت خلق پروردگار است. پروردگار صفت‌های زیاد دارد، مثلا شنوایی دارد، بینایی دارد. این ما حس میکنیم، خدا میشنیدگیش حس میکنیم، خدا میدیدگیش حس میکنیم، لیکن با چشممون نمیبینیم. لیکن خلق خدا، آفرینش خدا، مثلا ما رو خدا آفرید است. خدا میگه فی انفسکم افلا تبصرون، یعنی مراتب به نفس خودتون نظر نمیکنید. خدا چگونه شما رو آفریده است. این خلق خدا است، این ساخت خدا صفت خدا است، صفت نمایاندرین خدا است. ببینید وقتی که این آسمان رو ببینید، زمین رو ببینید، خودتون رو ببینید، حیوان رو ببینید، یا پشه رو ببینید که خدا همین پشه که هم ضرب المثل آورده که شما که پشه آفریده رو بتونید. این ببینید خالقش رو به خاطر میگیرید. صفت خدا صفت خلق خدا، صفت ساختن دارد. خدا سازنده است. همین صفت سازندگی خدا صفت نمایان است. صفتی به همه معلوم است. بنابراین این صفت وقتی که دربارش معلومات میگیرید و بزرگی و عظمت پروردگار عالم قائل میشه. آسمان با وجود اینقدر عظمتش و بزرگیش وقتی که پروردگار آفرید، پروردگار عالم به زمین و آسمان و کوه‌ها پیشنهاد کرد. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. ما امانت را، یعنی شریعت را به آسمان ها و زمین ها و کوه ها پیشنهاد کردیم. خدا پیشنهاد کرد. گفت که ای آسمان و زمین ها، اگر خواهید شما شریعت را به عهده گیرید، حلالش هست، حرامش هست، اجرا کن، اجرا نکن، فلان چیز را خور، فلان چیز را نخور، فلان کار را کن نکن، هست. شریعت دارای همچین امرها. اگر اطاعت کنید شریعت برزیمه گیرید، اطاعت کنید مکافات شما جنت است. اگر اطاعت نکردید، گناهکاری کردید، بازگشت شما به آتش دوزخ است. این پیشنهاد اول. پیشنهاد دوم، یگان وظیفه برای شما میدیم، با وظیفه همراهی توفیق بندگیش میشه. اجرا کرده میتونید. نه جنت است نه دوزخ. دو راه. خدا میگه که فابین ان یحملنها. آسمان ها و زمین ها و کوه ها ترسیدند از برداشت امانت و اشفقن منها، ترسیدند. و حملها الانسان، حضرت آدم قبول کرد. وقتی که خدا آدم آفرید و آدم هم پیشنهاد کرد، یا یک وظیفه میدیم که اجرا کرده میتونید، یا وظیفه امانت شریعت میدیم اجرا کن و اجرا نکنش. از وقتی که اجرا کردی به جنت میدرایی، وقتی که گناه کردی بازگشت به دوزخ. حضرت آدم قبول کرد. نام حضرت آدم که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال من دیوان است. من قبول کردم. حضرت آدم حضرت آدم قبول کرد شریعت. آسمان ها ترسیدند با وجود عظمتش و بزرگیش. بنابراین بزرگ شمارید آن ذاتی که اینقدر مخلوق عظیم و بزرگ آفریده است و دلالت به بزرگی پروردگار میکند. پروردگار عالم ما در چند جای قرآن امر کرده است که یک مراتبه به خلق پروردگار و عجایب صنع پروردگار، عجایب ساخت پروردگار نظر میکنیم و تأمل کنیم و خدا را بزرگ شماریم. وقتی که بنده درباره مخلوق‌های پروردگار علم می‌آموزد، واقعاً ایمان و علم و نسبت پروردگارش روز از روز زیاد میشه. بنابراین پروردگار را شناختن با کارهایش و با صفتهایش و با نامهایش میشه.
نامهایش وقتی که میخوانید معناهای آن را میفهمید. 99 نام الله تعالی را کسی که از خود کند و مضمون آن را داند و به آن عمل کند، پیامبر علیه السلام به جنت می‌برد. حدیث بخاری است. 99 نام پروردگار اگر از خود شنید و معناهاش فهمید، ایمانتان زیاد میشه. خدای بشناسید. سبب گناه در دنیا نشناختن خدا است. امام غزالی میگه ما عصی الله الا بجهل به او بشرعه. خدا گناه کرده نمیشه مثلا اگر هم به سبب نشناختن خدا یا نشناختن شرع خدا. کسی که خدا را گناه میکنه بیچاره خدای نمیشناسه. واقعا اگر میشناخت گناه نمیکرد، میترسید. چه دیگه که آدم بزرگ بشناسه به در نظرش با آداب میشینه، نشناسه آدم قطاری گفته هر سفر گفتم میگه. پروردگار عالم سبب گناه کردنتان نشناختنتان. بنابراین نامهای خدا و صفتهای خدا بینیوان زیاد است. از نامهای خدا دیده صفتهاش زیاد است. صفتهای خدای شماریده نمیشه، زیاد است. صفت قهر، صفت غضب، صفت خرسندیش، صفت رازگیش مثلا. هر یک صفت علاقه به صحبت دارد. همین گونه خدا رو با مخلوقهایش شناخته میشه. وقتی که به مخلوقش نظر میکنید و بزرگی پروردگار نظر میکنید، شاعر میگه که به دریا بنگرم دریا تو بینم و صحرا بنگرم صحرا تو بینم و هر جا بنگرم تو و در و دشت نشان از قامت اعلا رو بینم. مخلوقات خدای بینم، خدای میبینم. بنابراین ابو سلیمان داروی میگه که وقتی که من به کوچه میجایم هر یک مخلوقی که میبینم عظمت و جلالت پروردگار را به خاطر میگیرم که چگونه همین آفریده است و از همون مخلوق امام عبرت میگیرم. بنابراین شخص مسلمان باید از هر یک چیز عبرت بگیرد و خلق خدا با نظر تأمل و تفکر نگاه کرده پروردگار عالم را تعظیم کند و بزرگ شمارد. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت